شما باید هر روز صبح پاشین شکرگزار باشین. یه داستان کوچیک بگم چون این راجع به این شکرگزاری، راجع به کسایی که توی مزرعه داشتن توی چین و ایشون یه اسب داشت، اسب یه روز گم میشه. بعد دوستان میگن که من میشه ایشون میگن چی شد اسب گم شد؟ گم شد نداره، خدا رو حکمتی توش بود. اسبی که در رفته بود با دستای دیگه وحشی دوست میشه، 10 تا اسب برمیگردن. پس یعنی چیزی که ایشون فکر کرد بده خوب شد، از یک اسب 11 تا اسب دارن. الان پسرش سبه اسب وحشی میشه، وقتی میخواد بره پشت اسب میخوره زمین پاش میشکنه. آدم روستا اومدن گفتن آقا ناراحت نشدی پسرت پاشی است، مصلحتی توش بود، خدا رو شکر. روز بعد از ارتش اومدن برای سربازی، اینا همه روستا که پسرها رو گرفتن یا نه ایشون نگرفتن چون پاش شکسته بود. ایشون جنگ نرفت. پس دوستان هیچ وقت تو شرایطی ناراحت نباشین، ممکنه بد باشه و به نیکی ببینید.